یا در نیم افماگی اوست دیگه ما فهمیدیم که یا پاشون کار نمیکنن دیگه دکتر بردیم اینجا بردیم اونجا بردیم نشد نخیر بعد همیست اومدیم همی شهر مردم دا اومدیم نکه ما 11 سال گویا که خیلی 10 ساله که ما همینجا میاره لیچنی کدیستیم همی دکتر با دکتر مراجعت کده همی پولوس کده عذاب کشیده همی خیلی دو تازی دکتر ما 10 ساله مهنت کدیستیم که همی با یک پا بخیزن یک مکتب برون یک راه اقلا راه بگردن تو بیرون برون این هم تاریخ خواهشی ما همین چقدر پول در کره برای لیچنی کردن؟ یک خودی دفت نمیدونم کلی چی میگن چند میگن ولی پولوساشون که تیار شد بکنن بعد میرن بعد میفهمیم که چند قدر این هم تاریخ همین اخیران اپیرس چقدر از خود شد؟ این 120 همین تدودیم این از 30 چی پولوساشون شد این دورو درمان و ایوش یک سریبرالیزی نه این ختم دونیم این خیلی کلوشون نرکوساشون همه همین سوم این هم تاریخ ای چکو کنیم خیلی ای خدای طولا امید داریم ای خدا ای بنده ای ماجرا سلام علیکم مادر عزیز امروز میخوایم که از شما پرسیم که شما برای مردم غریب چی میخواهید از مردم غریب و برای چی شما چقدر شما را زور آمده است که امروز شما مراجعه به مردم غریب میکنید ما مردم غریب التماس داریم که ما همین دو کودک اینوالید داریم ما اینا 2 بار اپراسیون خوردن یا خیلی کس بفهمین خطون مسلمان و بچه و برادر و کسانی که باشن همین دست یاری امید داریم همین که یاردم کنین همین که کارا اپراسیون سیمشون مونده بود ما التماس میکنیم ای چیزی که یاردم ای شما باشه خدا پروردگار شما رانی تنی سیات وقتی خش عمر دراز خدا به اقبال تو نکنه شما دست یعنی که کارا که گرفتین خدای طلا همه شما را مراد مقصد تو نفرد گابزا بگو میگفتین که چند ساله هستن و چند سال شده است که همه گودک ها همه گودک های ما اینا که چند 11 ساله شدن ما اینا 11 ساله در همه روسیه ما همه را لیچنی کدیستیم خیلی 2 بار این سیم بار شد های دیگه زور ما نمیرسه التماس ای مهاجران که یاردم ای شما کسی که دعا بته کسی که یاردم بته ما ای خدای طولا اولو بعد ای شما ای خدا شکرانه پروردگار بگو چی بگو فکر چی میخواین؟ بگو ما شما خویش داریم بگو ما اکا جانو خویش داریم دستی ما را بگیرین ما سوسیم را بگرده ده تایی ما بگو این ما 2 نفر چی گفت 2 نفر التماس خویش میکنیم یاردمون بته ما با پا بخزیم شما را رحمت میگیم و شما رحمت کلون شما را رحمت کلون با شما مهاجران ما را بگردیم اکاوا ما آدم تن خوارا ما آدم تن ما را بگردیم رحمت با مهاجرتون رحمت چی میگی خوراک دبزن بگو چی آرزو داری چی میخوایی در آینده میخوایی کی شوی تو اما تو میخوایی که رنگ دیگر رو راه بگردی بگو ما میخوام که رنگی دمای دیگر راه بگردیم مکتب بریم آدم را بگردم مکتب برم چند ساله ای؟ ما
11 مکتب نرفته ای؟ نه میخوای که مکتب رایی؟ میخوای مکتب برم گو میخوام مکتب برم تنین بگو میخوایم که مکتب برم درس بخونم درس مکتب برم بخونم راه مکتب بگردم برم راه بگردم خدا شکرانت سلام علیکم برادران عزیز شما دید با کانال ما امروز ما درباره دو خواهرک گپ میزنیم که طول 11 سال میشود که با پای خود مثل ما و شما طول راه نگشتن و میخواهند که مثل ما و شما راه بگردن و مثل ما و شما با مکتب رفته مکتب خونن و علم جهانی و دینی گیرن. از همه ما و شما احترامنا خواهش میکنن که نسبت همه کودکا بی‌طرف نباشین و کمک خود را دریغ ندارین. همش از برای خدا باشه. از او رحمت به دقتتون به تماشابینان به مهاجران از او رحمت کلون خدا در پناه خدا همت خدا نگهبان باشه. فاطمه بکرم السلام علیکم خواهرا اپا خواهرا و علیکم السلام. و علیکم السلام من میخواهم که با پای خودم راه گردم. بگردم. این آهنی که در دست من این را نگیرم در دستم. میخوام که با دستم نگیرم. این را با دستم نگیرم گو. با دستم نگیرم. با پای خودم راه گردم. با پای خودم راه بگردم. آمدش. یکون شعر میدونی یکون شعر گردم. چه میدونی؟ بگو شعر بگو یکون شعر تبکن اما میدونم زینانه یا بلا بگونه یا تپیانه یا زینانه یا بلا ای محمدیش تو چکار بردارن ازش خیلی که دیده ایستاده این خواهرچه هر دویشون با پای خودشون راه نمیگردن و با همین اسبابی که شما خود در دستان دیدین با همین راه میگردن. از ما و شما احترام خواهش کردن که برای سوم باره اپیراسیا کردن پایشون زانوهای پایشون از ما و شما مراجعت کردن که چقدر که توانین کمک خود را دریغ ندارین. دوستان عزیز خدا خواهد این خواهرکمون امید دارن که با پای خودشون انشاءالله راه میگردن و مثل فرزندان ما و شما با مکتب میروند. یا در نیم اف ماهگی اوسه دیگه ما فهمیدیم که یا پاشون کار نمیکنن دیگه دکتر بردیم اینجا بردیم اونجا بردیم نخیر با دمیس اومدیم همین شهر مردم دا اومدیم نکه ما 11 سال گویا که خیلی 10 ساله که ما همینجا میرالی چنی کدیستیم همین دکتر با دکتر مراجعت کده همین پولوس کده عذاب کشیده همین خیلی دو تازی دکتر ما 10 ساله مهنت کدیستیم که همین با یک پا بخیزن یک مکتب برمن یک راه اقلا راه بگردن تو بیرون برمن این هم تاریخ خواهشی ما همین. چقدر پول در کره برای چینی کردن؟ یک خودی دفت نمیدونم اکالی چی میگن چند میگن ولی پولوساشون که تایوش بکنن بعد میرم بعد میفهمیم که چند قدر
اینم تاریخه بچه همین اخیران اپیلاس چقدر از خود شد؟ این 120 تا همین تا دادیم این از 30 تا چی پولوسوشون شد این دورو درمون و ایوش یک سریبرالیزی نه این ختم دونید این خیلی کلوشون نرکوسوشون همه همین سوم اینم تایی ای چی بکنیم خیلی ای خدای طولا امید داریم ای خدا برادران عزیز تشکر زیاد که امروز همراه ما بودین. ما خیلی خرسند هستیم که شما نوارهای ما رو تماشا میکنید و با دوستان و رفیقان خود میفرستونید. اگر شما نتوانید کمک کرده به این دختری زیبا پس این نوار رو با دیگرو فرستونید یا اینکه بهتر و خوبترش که در حقشان دعا کنید. خدا نگهبانتون باشه. ما کوشش میکنیم که تنها به مردمی که برای بهبودی وطن برای بهبودی پیشروی وطن حرکت میکنن کوشش میکنن همه وقت ما در خدمت هستیم و نفرانی که در غریبی با یک با یکی از ماها خواهش یاردم دارن. برادران عزیز تشکر زیاد که امروز همراه ما بودین و ما از همه شما خواهش میکنم که با این دو دخترک زیبا کمک کنید. اگر کمک کردن نمیتونید پس در حق این دو خوارک ما دعا کنید. ما هر کجایی که رفتیم و هر نفری که برای ما مراجعت کردن ما انشالله که و نزد آنها رفته از شرط و شرایط آنها با خبر میشیم. بعدا نوارها را در بالای اکران میگذاریم تا که دوستان عزیز شما باور کنید که این نوارهای ما در حقیقت نوارهای حقیقی است و هیچ کس را زور نآید خود را بالای اکران نمیگذارد. خدا همه شما را نگهبان باشد. اگر توانید یاردم کنید، اگر نتوانید در حق هر دیمی خوارک ما دعا کنید که خداوند شفای کاملشان دهد. دوستان عزیز ما آمدیم در اینجا نواربرداری کردیم. این نواربرداری ما برای کمک دو فرزند ملت تاجیک ما بخوام اینجا بود کردی؟ تمام کردی؟ بس اکن زاینه کسی نگه اینجا را نگاه کن چنین نگاه کن رحمت کلون با نوار بردم بگو نه مادن رحمت هم نگو قبول هیچ گم نه. دوستان عزیز ما با خاطر اومدیم که از شرط و شرایط این اهل عائله با خبر شویم و نوار برداری کنیم و پیشکش شما کنیم به خاطر اونه که این دو خواره که میبینید آرزو هوس زیاد داره مثل فرزندان شما که چخیل که در اول گفتیم با پای خود راه گردد مثل فرزندان شما مکتب رود. ما کوشش میکنیم که چنین خوارها را همه وقت دستگیری کنیم و چنین عائله هایی که محتاج کمک ما و شما حرکت میکنیم که با آنها کمک خود را رسونیم. گرچه ما نمیتوانیم با پول کمک کنیم و در حقشان دعا میکنیم. انشالله که باری دارم که برادرانی که نمیتوانند کمک پولی کنند و از شما هم خواهش میکنیم که در حق این دو خوارک دعا کنیم که خداوند شفای کاملشان دهد. دوستان عزیز ما اومدیم نواربرداری کردیم به خاطر اون این دو خواره که میبینید آرزو هوس زیاد داره مثل فرزندان شما که چخیل که در اول گفتیم با پای خود راه گردد مثل فرزندان شما مکتب رود. ما کوشش میکنیم که چنین خوارها را همه وقت دستگیری کنیم و چنین عائله هایی که محتاج کمک ما و شما حرکت میکنیم که با آنها کمک خود را رسونیم. گرچه ما نمیتوانیم با پول کمک کنیم و در حقشان دعا میکنیم. انشالله که باری دارم که برادرانی که نمیتوانند کمک پولی کنند و از شما هم خواهش میکنیم که در حق این دو خوارک دعا کنیم که خداوند شفای کاملشان دهد.